این ویدیو رو رد کن بره، چون بعدش دیگه نمیتونی بگی خدایی وجود نداره و یا اگه خالقی بود من چرا تا الان ندیدمش. کافیه که تو زندگیت فقط چند تا نقاشی دیده باشی که متوجه بشی همیشه خالق اون اثر امضای خودشو یه گوشه‌ای از نقاشی میکشه. حالا تصور کن این جهانی که ما توش زندگی میکنیم یک بوم نقاشی غول پیکر باشه. ممکنه بپرسی اگه این نقاشی خالقی داره پس امضاش کجاست؟ امضای این خالق شبیه حرف و فارسی و یا 9 انگلیسی میمونه. توی ریاضیات به اون نمودار فیبوناچی هم میگن. راحت ترین مثال برای اینکه بخوای باش آشنا بشی حلزون هستش. شکلی که روی حلزون میبینی رو به خاطر بسپار، چون این امضا توی تمام هستی به راحتی قابل شهوده. کافیه که به دماغ فیل نگاه کنی یا دم میمون و یا حتی به قسمت رویش موی انسان که توی نوزادا راحت‌تر میتونی پیداش بکنی، یا پشت پرده گوش حلزون شنوایی که دقیقاً شکلی یکسان با حلزون داره. حالت رویش وسط آفتابگردون یا گیاهای دیگر، حتی فرم رشد جنین هم شبیه به این امضا میمونه. حتی اگه یه بار هم سینک آشپزخونه‌تون لولش گرفته باشه، وقتی که باز میشه مدلی که آب میره پایین این امضا رو دوباره توی خودش داره. یا حتی ما میتونیم اینو توی گردباد یا ابرها یا مدل جمع شدن موج دریا ببینیم. حالا کافیه حتی دستتو یکم خم بکنی، چیزی که وسطش میبینی حرف و هستش. از دستای اختاپوس گرفته تا دم اسب دریایی و یا حتی دم آفتاب پرست، همه جا به راحتی این امضای الهی رو میتونی پیداش بکنی. بازی اینجا تموم نمیشه. برای اینکه بخواد اوج هنر خودش رو به تو نشون بده، خشکی کف پاهاتو مثل خشکی کبیر درست میکنه، یا جای اثر انگشت تو رو شبیه به تنه بریده درخت و مدل خالهایی که رو صورتت داری رو شبیه به کهکشان. اینجاست که ممکنه یک رعد و برقی توی مغزت بزنه که اون رعد و برق هم شبیه به مویرگ‌های پایین چشت میمونه. همه اینا ذره از این هنر و خلاقیت این قلم ملکوتی که این آبرنگ الهی رو برای ما به این زیبایی کشیده بود.